مشکلات فعلی مشکلات واقعی است. ما در محاصره ایم، ما تحریمیم، ما بایکوتیم. ما نمیتونیم از منابعمون استفاده کنیم، ما نمیتونیم نفتمون رو بفروشیم. اگر بفروشیم نمیتونیم پولش رو برگردونیم و اگر جنسی بخریم باید به قیمت‌های اضافی بخریم و در انتقالش هزینه‌های اضافی انجام بدیم و خیلی مشکلاتی که اخیراً دیگه شاهد یک خطر بزرگتری هستیم. شما میبینید، حتما اخبار رو میبینید، الان آمریکا و غرب به طور کلی به تعدادی از کشورهای عربی تقریباً اعلان جنگ کردن به سوریه و هر لحظه گوشها منتظره که صدای غرش موشک‌ها و بمب‌ها رو بشنوه و خدا رحم کنه به مردم سوریه. مردم سوریه در این 2 سال خیلی آسیب دیدند. بیش از 100,000 کشته دادن، 8 میلیون آواره دادن در داخل و خارج. زندان‌ها پر از مردم، زندان‌ها جا نداره. بعضی از ورزشگاه‌ها رو گرفتند، اونها رو پر کردند. شرایط بدی بر مردم از یک طرف از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن و از طرف دیگری امروز منتظر بمب‌های آمریکا باید بمونن.